قصد داریم نحوه خرید و ثبت سفارش فروشگاه‌ساز 9091 رو خدمتتون توضیح بدیم. یه چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره، فقط کافیه که روی خرید آنلاین کلیک بکنید، اطلاعات خاص شده رو پر بکنید، مبلغ مورد نظرتون رو پرداخت بکنید و روی دکمه ثبت سفارش کلیک بکنید. ما باقی کارا رو خودمون براتون انجام میدیم، باهاتون تماس میگیریم، مسئول خرید رو خدمتتون تقدیم میکنیم. یه سری پلن برای فروشگاه‌ساز وجود داره که قصد دارم اونا رو براتون توضیح بدم و تشریحشون بکنم که بهتر بتونید فروشگاهتون رو خریداری بکنید. با 5 پلن مختلف توی سایتمون داریم که به شرح هر کدوم از اونها میپردازن. پلن شماره 1 پلنیه که فقط فروشگاه ساز رو دریافت میکنید و همراه کپی رایت. پلن شماره 2 پلنیه که فروشگاه ساز رو بدون کپی رایت دریافت میکنید. پلن شماره 3 پلنیه که فروشگاه ساز رو با کپی رایت به همراه یک هاست 2000 مگابایتی با 1000 مگابایت پهنای باند ماهانه دریافت میکنید. پلن شماره 4 پلنیه که فروشگاه ساز رو بدون کپی رایت دریافت میکنید به همراه یک هاست 2000 مگابایتی به همراه 1000 مگابایت پهنای باند ماهانه. اما پیشنهاد ویژه‌ای که ما براتون در نظر گرفتیم پیشنهاد پلن ویژمونه. پلن ویژمون یک هاست 5000 مگابایتی است به اضافه فروشگاه ساز بدون کپی رایت به همراه 5000 مگابایت پهنای باند ماهانه که به طور کلی شما یک بار 222000 تومان پرداخت میکنید. از سال بعد 120000 تومان ازش کسب میشه برای فروشگاه سازتون. خب برای خرید هر کدوم از این پلن‌ها فقط کافیه روی خرید آنلاین کلیک بکنید و مابقی مراحل رو طی بکنید. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ خرید آنلاین یه سری توضیحات میدم راجع به این پلن ها که چه تفاوت‌هایی با هم دیگه میکنن. حالا علاوه بر اینکه قیمتشون متفاوتن چه تفاوت‌هایی از نظر ساختاری با هم دیگه دارن. پلن شماره 1 که خدمتتون عرض کردم پلنیه که فروشگاه‌ساز با کپی رایت دریافت می‌کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه توی سایتتون در قسمت پایینی سایتتون نام فروشگاه ساز و نام فروشگاه ساز 9091 و سایت 9091 درج شده و همینطور در بخش مدیریتتون. بدون برند 9091 شما فروشگاه ساز بدون کپی رایت دریافت می‌کنید. یعنی در پایین سایتتون کپی رایت سایت 9091 وجود نداره. با برند 9091 همراه با هاست همون فروشگاه ساز با برند به اضافه یک هاست بهش اضافه شده که یک تخفیف کوچیک هم بهش خورده. بدون برندم که فروشگاه سازتون بدون برند دریافت می‌کنید به همراه یک هاست 2000 مگابایتی. پیشنهاد ویژه‌مون هم که فروشگاه ساز بدون برند دریافت می‌کنید به همراه یک هاست 5000 مگابایتی و پهنای باند 5000 مگابایت ماهانه. خب فکر می‌کنم توضیح آنچنانی دیگه نیاز نیست برای پلن هامون چون کاملا مشخصه. 2 تا پلن اول که بدون هاست خدمتتون تقدیم میشه، 3 تا پلن بعدی همراه با هاست تقدیمتون میشه. اگه هاست دارید و سایت دارید میتونید یکی از پلن های شماره 1 یا 2 رو خریداری بکنید. اگه هاست سایت ندارید میتونید پلن شماره 3 4 یا 5 خریداری بکنید. من روی پلن شماره 5 خرید ویژه‌مون کلیک میکنم با هم دیگه طی بکنیم مراحلو. یه سری تنظیمات برای محصول یا سفارش شما وجود داره که باید اینا رو حتما تکمیل بکنید. اگه میخواید ما براتون دامنه ثبت بکنید گزینه اول انتخاب بکنید و دامنه‌تون رو توی این قسمت واریز بکنید، روی ادامه مطلب کلیک بکنید و ما بقیه کارا رو انجام بدید. اگه دامنه دارید و میخواید که به سرورهای ما انتقال بدید میتونید گزینه دوم یا سوم انتخاب بکنید. من بر فرض اینکه تمایل دارم دامنه رو سایت 9091 برام ثبت بکنه دامنه رو انتخاب میکنم، روی آی آرش هم که کلیک میکنم و بعد روی ادامه مطلب کلیک میکنم تا وارد مرحله بعدی بشم. اینجا بررسی میشه که اگه دامنه‌ای که شما انتخاب کردید آزاد هست یا نه. اگه آزاد بود روی ادامه مطلب کلیک میکنید، اگه آزاد نبود دوباره سرچ میکنید بعد دامنه‌ای که آزاده رو انتخاب میکنید. معنی از آزاد بودن اینه که قبلا یه شخص دیگه اون رو ثبت نکرده باشه. من برای ادامه مطلب کلیک میکنم تا دامنه‌ای که ثبت کردم به مرحله بعد بریم. یه سری توضیحات راجع به محصولتون وجود داره و همینطور یک سری افزونه‌ها. یه افزونی اینجا وجود داره با عنوان نصب پکیج. اگه تمایل دارید که ما پکیجتون رو براتون نصب بکنیم روی تیکو بزنید و بعد بر روی افزودن سعادت خرید کلیک بکنید. اگه خودتون میتونید پکیج رو نصب بکنید و نمیخواید اون 6000 تومان پرداخت بکنید یا با هر دلیلی تمایل می‌بینید که دوستان دیگه‌تون براتون این کارو انجام بدن، این تیکو بردارید. این تیکو زمانی که برمی‌دارید نشون میده که شما نمیخواید از این گزینه استفاده. من میخوام نصب پکیج رو استوری طراحی وبسایت 9091 برام انجام بده. بنابراین گزینه رو انتخاب میکنم و روی افزودن سواد خرید کلیک میکنم. در مرحله بعدی نیک هندل شما ازتون دریافت میشه. نیک هندل آدرس نیکیه که در سایت nick.ir بهتون داده میشه.
شما اول باید توی سایت nick.ir ثبت نام بکنید و بعد نیک هندلی که بهتون داده میشه رو توی این قسمت وارد بکنید. برای توضیحات بیشتر میتونید از طریق منوی هاست، من یک بار نشونتون بدم، از طریق منوی هاست و زیر منوی ثبت دامنه اطلاعات بیشتری راجع به نیک هندل دریافت بکنید. حالا چون نیاز نیست من اینجا اطلاعات بیشتری بهتون بدم، وارد ادامه مطلب بشیم. نیک هندلتون که اینجا وارد کردید، روی به روز ثانی سبد خرید کلیک میکنید. بعد از اینکه سبد خریدتون به روز ثانی شد، وارد مرحله بعدی میشید که باید یک سری اطلاعات از جمله اینکه نام خانوادگیتون و اطلاعات دیگر رو پر بکنید. اطلاعاتی که پر کردید وارد پلنتون میشید، یعنی به صورت اتوماتیک وارد پورتال مشتریان ما میشید و هزینه فروشگاه سازتون و هزینه پلنی که انتخاب کردید رو پرداخت میکنید به صورت آنلاین. بعد از اینکه آنلاین پرداخت کردید، بخش پشتیبانی با شما در تماس خواهد بود تا اینکه فروشگاه شما رو براتون راه اندازی بکنه. امیدوارم که این آموزش مورد استفادهتون قرار بگیره. اگر مشکلی بود یا سوالی داشت میتونید از طریق ایمیل ما در ارتباط باشید یا اینکه یه تیکت در بخش پشتیبانی برامون ارسال بکنید.